زمان پخش برنامه جهان زیبای ما دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب. www.zibast.com. مهرامیزترین درودهای من نثار شما مهربانان، تماشاگران و فرزانگان گرامی. شاد، تندرست و پیروز باشید. آرزو میکنم هر جای جهان که هستید سربلند و آزاد باشید. زیبا شاه ولایتی هستم. در برنامه جهان زیبای ما امشب با افتخار و خرسندی یک جراح، یک متخصص، یک بانوی گرامی رو که برای نخستین بار به جامعه ایرانی معرفی می شوند خدمت شما عزیزان معرفی می کنم و افتخار دارم که ایشان برای نخستین بار هست که در رسانه‌های گروهی و تلویزیون‌های ایرانی شرکت می‌کنند. ایشان سرکار خانم دکتر نوشین قیومی، جراح و متخصص بیماری‌های لثه و کاشت دندان، فارغ التحصیل از دانشگاه USC، دارای بورد تخصصی از آمریکا، استادیار سابق دانشگاه USC، بخش پریودنتیکس، متخصص در درمان بیماری‌های لثه، متخصص کاشت دندان مصنوعی ایمپلنت، متخصص جراحی‌های زیبایی لثه، متخصص ترمیم تحلیل لثه با روش پیوند لثه، متخصص ترمیم و در تحلیل استخوان با پیوند استخوان. خانم دکتر قیومی همچنین فارغ التحصیل از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه ملی ایران. خانم دکتر نوشین قیومی با سالها سابقه در مرکز پژوهش‌ها و تشخیص بیماری‌های لثه و دندان از دانشگاه آزاد ایران و جراحی‌های بسیار پیچیده لثه و درمان بیماری‌های لثه و ایمپلنت در ایران و آمریکا. یکی از دیگر افتخارات جامعه ایرانی در این برنامه شرکت می‌کنند و بسیار خوشحالم که ایشان هر ماه در این برنامه اطلاعاتشون رو به سمع شما عزیزان در سراسر جهان میرسانند. خانم دکتر نوشین قیومی عضو انجمن جراحان لثه ایمپلنت آمریکا، عضو انجمن جراحان دندان لثه و کاشت دندان اورنج کانتی، کالیفرنیا و آمریکا هستند. دیپلمات انجمن جراحان لثه کالیفرنیا و آمریکا. تلفن تماستون با ارییا کد 949 502 8844 میتونید باشون تماس بگیرید، اپوینتمنت بگذارید. خبر بسیار خوشی است برای هموطنانم در اورنج کانتی که واقعا دوست داشتن که یک جراح و یک دندانپزشک خوب ایرانی رو که هم از ایران دستشون پره و هم از آمریکا به شما معرفی کنم. درود بر شما خانم دکتر قیومی، خوش آمدید. خیلی متشکرم. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون، متشکرم. چقدر خوش آمد بهتون میگم واقعا. خیلی متشکرم از اینکه دعوتم کردیم برای برنامه‌تون. متشکرم، خیلی ممنون. مرسی، خوش آمدید و امیدوارم که اطلاعاتتون رو به همه دوستان بدید. واقعا همه بی‌صبرانه منتظر شما هستن. یک دندانپزشک، یک جراح بسیار خوب با سابقه بسیار خوب. خب خانم دکتر، من امشب میخواستم در رابطه با تحلیل لثه و یا فرو نشستن یا نشست لثه چه دلایلی میتونه داشته باشه، اگر لطف کنید برای هموطنانتون توضیح بدید. بله حتما. تحلیل لثه یا ریسشن یکی از بیماری‌های لثه هستش که عوامل مختلفی داره که برای درمان اون که امروز صحبت خواهیم کرد در موردش از جراحی‌های پلاستیک لثه استفاده میشه. همینجور که اگر که اسلاید بعدی رو لطف بفرمایید. بله خواهش میکنم. اسلاید بعدی. علائم تحلیل لثه که چجوری میشه که بیماران متوجه میشن که بیماری لثه وجود داره. یکی اینه که دندونها حساس خواهند بود، حساسیت دارن به آب سرد و سنسیتیو هستن.
دوم اینه که اگر که در آینه نگاه بکنن بیماران متوجه میشن که دندونها بلندتر هستن از حالت عادی و ریشه دندونها بیرون خواهد بود که در حالت عادی با لثه پوشیده میشه. همینجور چون ریشه دندون رنگش از مینای دندون زردتر هستش، به خاطر همین رنگ دندون ها تغییر میکنه، زردتر دیده میشه که خیلی زیبا نیستش و شکل خوبی نداره. برای همینه که بیماران متوجه میشن که یا مردم متوجه میشن که لثه‌شون تحلیل رفته و چون سیمان دندانی زیاد مقاوم نیست مثل مینای دندان، طبیعتاً پوسیدگی بیشتر خواهد شد بر این قسمت. بسیار ممنونم. آن وقت شما چه راههایی برای درمان تحلیل لثه پیشنهاد میکنید؟ اولا که برای درمانش از جراحی‌های لثه استفاده میشه که قسمت‌های مختلف هست. منتها قبل از اینکه در مورد اون صحبت کنیم فکر می‌کنم که بهتر اول در مورد کازش که چرا به وجود میاد اصلا جراحی لثه و بعد میتونم صحبت کنم در مورد اینکه چجوری درمانش رو انجام میدیم. علت‌های مختلف، 2 تا علت عمده وجود داره برای اینی که جینجیوال ریسشن یا تحلیل لثه به وجود میاد. علت اولش تروما هست، صدمه هست که میتونه ترومای فیزیکال و کمیکال باشه که اگر مسواک زدن با روش‌های درستی انجام نشه، محکم مسواک زده بشه، این خودش یک تروما هست به لثه که باعث میشه که تحلیل لثه به وجود بیاد. اگر که فرنوم که یک عضله‌ای هست که مخاط دهان رو وصل میکنه به لثه، جاش درست نباشه این حالت رو به وجود میاره و علائم دیگه که یکی یکی توضیح خواهم داد. و علت عمده دوم پلک هست، یعنی اینکه اگر مسواک زدن محکم باشه تحلیل لثه به وجود میاد و اگر خوب مسواک زده نشه هم بیماری های لثه تحلیل لثه رو به وجود میاره. همینجور که در تصویر بعدی اگر که لطف بفرمایید در این تصویر نگاه کنیم میبینین که توی این بیمار به خاطر اینکه مسواک زدن خیلی محکم درست انجام نشده، شما ریسشن یا تحلیل لثه رو میبینین که دندون ها همونجور که گفتم بلندتر هستن و قسمتی که لثه چسبنده وجود داره که صورتی رنگه در این دندون ها وجود نداره و بیشتر رسیده به مخاط دهان به جای لثه. معمولا وقتی که مسواک زدن خیلی محکم هست، لثه ها حالت وی شیپ یا هفت رو میگیرن. وقتی که میفهمیم دلیلش این بوده. یا اینکه یکی دیگه از علایمی که گفتم اینه که وقتی که اون فرنوم یا عضله چسبندگیش بالا باشه که همینجور که در شکل سمت چپ و شکل سمت راست میبینیم، اون عضله کوچیکی که بهش میگن فرنوم که مخاط دهان رو وصل میکنه به لثه، اگر بیاد بالاتر وصل بشه باعث میشه که در موقع صحبت کردن لثه کشیده بشه و این خودش یک نوع دیگه از تروما هستش که باعث ریسشن یا تحلیل لثه میشه. در تصویر بعدی میبینیم که در این قسمت روی دندون نیش ما یک ریسشن یا تحلیل لثه رو میبینیم. این به خاطر اینه که پوزیشن دندون یک مقداری جلوتر هستش و طبیعتا لثه در این قسمت نازکه و در این بیمار به خصوص چون که لثه چسبنده وجود نداره، مسواک زدن خیلی براشون مشکل هست و درد خواهد داشت و به خاطر همینه که اینجا پلاک دندانی جمع میشه و ریسشن رو به وجود میاره. گاهی اوقات موومنت های ارتودنسی برای ردیف کردن دندون ها باعث ریسشن میشه یا تحلیل لثه میشه که در اینجا میبینیم در این قسمت یک مقداری دندون سمت چپ
ریسشن داره به خاطر اینکه موقع حرکت‌های ارتودنسی وقتی که لثه خیلی نازکه و حرکت به سمت جلو هست ریسشن به وجود میاد که این هم یک تروما یا مکانیکال تروما هستش که باعث تحلیل لثه میشه. و اگر گاهی اوقات اشتباهاً وقتی که تحلیل لثه به وجود میاد بیمار بایستی مراجعه کنه به متخصص جراح لثه برای درست کردن و ترمیمش. گاهی اوقات متاسفانه روی ریشه برمیدارن پرکردگی های رنگ دندون رو میذارن که در این عکس در این تصویر میبینیم که این اون حساسیت رو از بین میبره ولی باعث میشه که ریسشن یا تحلیل لثه بیشتر و بیشتر پیش بیاد برای اینکه یک ماده خارجی میشینه نزدیک به لثه. بله بسیار سپاسگزارم خانم دکتر قیومی عزیز. نمیدونم آیا سوال 4 رو جواب دادید راههای درمان بیماری لثه؟ بله الان فکر میکنم تصویر بعدی برای بله هم درمان لثه میتونه با جراحی های مختلفی انجام بشه که با گرافت یا پیوند لثه انجام میشه که انواع مختلفی برای پیوند لثه داریم. یکیش ساب اپیتلیال کانکتیو تیشو گرافت هستش که گرافت بافت همبندی است. دیگری پدیکل گرافته که بهش گرافتی هستش پیوند گرافتی هست که از دندانهای مجاور گرفته میشه و گرافت لثه‌ای آزاد و گرافت بافت همبندی هر دو از قسمت سقف دهان گرفته میشه که گذاشته میشه بر روی ریشه دندون با جراحی و بخیه زده میشه که هر کدومشون اندیکیشن های خودشون رو دارن و استفاده میشه برای ریسشن های مختلف. نوع دیگه ای هم هست که گاهی اوقات از تیشو گرافت از کداور گرفته میشه. اجساد درسته به فارسی از کداور گرفته میشه که اون هم نوع دیگه ای هست که اگر بیمار دوست نداشته باشه که از گرافت رو از دهانش بگیرن از اونها استفاده میکنن که البته همیشه بهترین اینه که از خود پیوند از خود شخص گرفته بشه. خانم دکتر قیومی چه موقع باید به درمان تحلیل لثه ها پرداخت؟ چه موقع؟ درمان تحلیل لثه ها همیشه اولا که بستگی داره که چقدر لثه تحلیل رفته ولی مهمترین علتی که داره ما بایستی باش درمان رو انجام بدیم یکی اینه که مریض خیلی حساسیت داره سنسیتیوه وقتی که علائم کلینیکلی وجود داره که مریض رو ناراحت میکنه اون یکی از مواردی هست که ما درمان رو انجام میدیم. دوم موقعی هستش که همونجور که گفتم درمان‌های ارتودنسی میخواد انجام بشه و بیمار لثه کافی نداره برای اینکه اون قسمت دندون رو محافظت کنیم که صدمه زده بهشون نشه بعد از درمان ارتودنسی پیوند لثه زده میشه و وقتی که خیلی ریشه ها اکسپوز باشن و باز باشن به خاطر اینکه دندون کویتی پوسیدگی روش میگیره اون از موارد دیگه ای هستش که بایستی بیایم و کاورش کنیم بپوشونیمش با جراحی لثه. بله بسیار سپاسگزارم خانم دکتر قیومی عزیز. اجازه میخوام که به هموطنان عزیزی که از همکنون به ما پیوستید سپاسگزاری کنم و متشکرم از اینکه شاهد این برنامه هستید. خانم دکتر نوشین قیومی جراح و متخصص بیماری‌های لثه و کاشت دندان استادیار سابق USC و ایشان یک جراح بودند که در ایران فارغ التحصیل شدند و همچنین از دانشگاه‌های آمریکا جراحیشون رو گرفتن و با سابقه بسیار درخشان یک پزشک بسیار خوب یک جراح بسیار خوب و قابل اطمینان مورد اطمینان جامعه ایرانیان هست به خصوص در اورنج کانتی. من شما هموطنان عزیزم که با من تماس می گرفتید ایشون رو به شما توصیه می کنم به خصوص هموطنانی که در اورنج کانتی هستید. امیدوارم که بتونن برای شما سودمند باشن.
خانم دکتر و بتونن به شما کمک بکنن ناراحتی هایی که داشتید و دارید و همیشه ناله می کردید با من در میون میگذاشتید. تلفن آفیس خانم دکتر نوشین قیومی با اریا کد 949 502 88 44 هست و اگر سوالاتی دارید میتونید از همکنون به ما بپیوندید، سوالاتتون رو از خانم دکتر نوشین قیومی بپرسید. سوال دیگرم این هست که خانم دکتر آیا هزینه درمان تحلیل لثه 100% توسط بیمه ها پرداخت میشه یا نه؟ 100% نه، ولی بسته به بیمه های مختلف دندانی بین 70 80 تا 90% بعضی از اینشورنس ها کاور میکنن. البته فرق میکنه، بعضیا بیشتر کاور میکنن، بعضیا کمتر. ولی این پروسیجر رو حتما اینشورنس ها کاور میکنن و البته بستگی داره که اشخاص چه چیزایی رو میخرن. بله. چه بیمه ای رو دارن، چه نوعی هست، ولی معمولا قابل قبوله و بایستی بفرستیم به اینشورنس که مطمئن بشیم که پرداخت میشه. بله. یک چیز دیگه ای هستش که خیلی واقعا خیلی از هم اشخاص گرفتارش هستن، اون هم گامی اسمایل هست که در موردش صحبت کنید ببینید آیا قابل علاج هست. گامی اسمایل موقعی هستش که لثه بیمار وقتی که لبخند میزنه مقدار زیادی لثه رو نشون میده و در که میتونیم اون رو هم درمانش یکی از درمانهایی که میتونیم انجام بدیم با پلاستیک سرجری دهان هست که میشه درستش کرد. مثلا اگر توی تصویر نگاه بکنیم گامی اسمال موقعی هست که همونجور که گفتم لبخند زیبا وقتی هست که ما هر چقدر کمتر لثه رو نشون بده موقع لبخند، خب لبخند زیباتر هستش. در کسانی که دارای گامی اسمایل هستن و موقع لبخند مقدار زیادی لثه رو نشون میدن معمولا یا دندونهاشون خیلی کوچیک هست و مقدار زیادی لثه دارن، یا اینکه اون عضلاتی که لب رو متصل میکنه به لثه خیلی بالاتر اتصال دارن و در نتیجه موقع لبخند لبشون به بالا کشیده میشه، اینه که مقدار زیادی لثه رو نشون میدن که بسته به اینکه کدوم هست درمانهای مختلفی انجام میشه. مثلا اگر نگاه بکنیم در این تصویر بیمار دارای دندونهای کوچیکتری هستش و مقدار زیادی لثه نشون میده و استخوانش همینجور که میبینین خیلی کلفت هست. برای درمان این جراحی که انجام میشه بهش میگن استتیک کران لنتنینگ که کران لنتنینگ یا طویل کردن بلند کردن دندون ها با روش جراحی هستش که بایستی هم لثه هم استخوان برداشته میشه و همونجوری که در عکس بعد یعنی مقابلش میبینیم دندون ها بلندتر شدن و لثه صورتی رنگ و به خاطر اینکه استخوان بیمار رو نازکتر کردیم خیلی قشنگتر هست از حالتی که قبلا بوده. و گاهی اوقات در پیکچر بعدی اگر نگاه بکنیم دندونهای این خانوم بلند هست. در اینجا ما نمیتونیم بیایم با استتیک کران لنتنینگ مسئله یه گامی اسمایل رو حلش بکنیم چون آلردی دندونهای بلندی رو ایشون دارن. برای حل کردن این مسئله اینجا من از جراحی بهش میگن لیپ ریپوزیشنینگ، یعنی جای لب رو اتصال عضلاتش رو عوض میکنیم، به جای اینکه بالاتر باشه میاریمش پایینتر وصلش میکنیم به لثه. در نتیجه موقعی که بیمار لبخند میزنه لبشون بالا نمیره و بیشتر این مواقع در پیشنت بعدی در تصویر بعدی هم اگر نگاه بکنیم میبینیم که وقتی که این کار انجام میشه لبهاشون هم کلوفتر دیده میشه، در صورتی که لبهاشون هیچ فرقی نکرده همین لب رو داشتن منتها موقع لبخند عضلات لب رو میکشه تو دیده نمیشد، ولی وقتی که این جای اتصالش عوض میشه لبخندشون
خیلی جالبه که آیا این تکنیک جدیده؟ بله. چون قبلا نه بله. قبلا سالهای قبل می اومدن جراحی های فک بیمار رو میشکوندن. بله. که خیلی از بیمارا به خاطر سختیش دوست نداشتن این کار انجام بدن. الان خیلی ساده شده، خیلی راحت شده. بله. با استاتیک کران لنتنینگ یا ریلیف پریپوزیشنینگ گاهی اوقات هر دوش باید انجام بشه. وقتی که حالت خیلی شدیده گاهی اوقات با یک دونش میشه این مسئله رو حلش کرد و لبخند مریض بیمار رو زیبا کرد. بله. خانم دکتر قیومی، آیا شما در آفیستون تمام کارهای جراحی لثه، آیا ارتودانتیست هم دارید؟ کسی هست؟ نه من مطبم فقط پریو هست، چون تخصصم پریو هستش یا جراحی لثه هست و ایمپلنت، در نتیجه فقط این کار انجام میدم. بله. ولی همکارای دیگه‌مون هستن که با هم دیگه کار میکنیم. دکترای دندانپزشک به من ریفر میکنن پیشنت های مختلف رو بسته به احتیاجشون. بله. بسیار سپاسگزارم از بینندگان عزیزی که در اورنج کانتی به خصوص هستید و همیشه شکایت داشتید به خاطر راه دور و نبودن دکتر خوب در اورنج کانتی. من یکی از بهترین ها رو واقعا دستچین کردم در اورنج کانتی. خانم دکتر نوشین قیومی یکی از جراحان لثه و کاشت دندان هستند که بهترین هستند. سابقه کار در ایران و در آمریکا و رزومه‌شون رو که می‌خوندم می‌دیدم که واقعاً ایشون باعث افتخار هستن و همچنین وقتی که کار خوبی داشته باشن، تحصیلات خوبی داشته باشن، مطمئنم که میتونن رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم کنن. هر سوالی داشتید میتونید همکنون به ما بپیوندید. خانم دکتر قیومی، آیا گامی سمایل بیمه پرداخت میکنه براش؟ متاسفانه نه، به خاطر اینکه این جراحی زیباییه. برای تحلیل لثه میتونیم، چون یه مقداری مدیکال هست، میتونیم بگیم که بیمار سنسیتیو، حساسیت داره و اون رو کاور میکنن. ولی برای گامی اسمارت چون کامپلیتلی زیبایی هست، متاسفانه نه، اینشورنسا نه. بله. خب حالا شما خواهش میکنم برای پیشگیری از بیماری‌های لثه اصولاً از ابتدا چه کار باید بکنیم؟ بهترینش اینه که خب بهداشت دندان یا مسواک زدن بایستی روش درستی باشه که انجامش بدن. معمولاً من به بیمارام توصیه میکنم که از مسواک برقی استفاده کنن یا مسواک الکتریکی. چون که وقتی با مسواک الکتریکی دیگه لازم نیست فشار خودشون با دست بیارن، در نتیجه احتمال اینکه فشار بیارن و باعث بشن که صدمه بزنن به لثه کمتر هستش. و در ضمن هم خوب تمیز میکنه، در نتیجه اون مسئله رو هم نخواهند داشت. اینه که این باعث پیشگیریش میشه. ولی گاهی اوقات به خاطر بعضی از مسائل، مثلا اگر دندونها کراودینگ داشته باشن یا به هم ریختگی داشته باشن، دیگه اون تقصیر مریض نیست و ریسشن به وجود اومده. همینطور اگر پیرسینگ داشته باشن، بیمارانی که زبونشون رو سوراخ میکنن یا لبشون رو یک چیزایی میذارن، اونا مثلا خوب نیست، چون باعث تروما به لثه میشه. بایستی که از مثلا کسایی که لیمو ترش یا چیزای کمیکال استفاده میکنن، هم مینای دندونشون میره، هم گاهی اوقات لثه رو صدمه میزنن، همه اینا. بله. بسیار سپاسگزارم. خب ما خط داریم، بریم ببینیم هموطنان عزیز چی میگن. جانم درود بر شما. با سرکار خانم دکتر نوشین قیومی، جراح لثه و کاشت دندان گفتگو میکنم. بفرمایید. جونم بفرمایید. الو. سلام. سلام. نباشید. مرسی. من از کانادا زنگ میزنم خدمتتون. سوالم هم اینه که از خانم دکتر بپرسین. من 5 ماهی که دندون داشتم که دیگه کاری واسش نمیشد بکنم و کشیدم دندونا رو. بله. و نیاز به ایمپلنت دارم. میخوام ببینم
راجع به این پلن اگر بیشتر توضیح بدن و مدتی که باید روی این به اصطلاح زمانی که باید بیام واسه این پلن چند ماه طول میکشه، چون نمیخوام اینجا انجام بدم، میخوام ببینم چه مدت کار میبره این پلن. بله خواهش میکنم. قسط دندونشون رو متوجه نشدم، دندون پایین هست یا بالا؟ بله آسیاب پایین. دندونای پایین معمولاً بعد از اینکه کشیده میشن اگر که استخوان کافی داشته باشن بلافاصله میشه ایمپلنت رو براتون انجام بدن و 3 ماه بسی صبر بکنیم. البته بهتره که هر چقدر که بعضی موقع ها میشه ایمیدیتلی هم کران روشون بذاریم، منتها معمولا بین شروعش تا خاتمش 3 تا 4 ماه طول میکشه اگر که استخوان کافی داشته باشین. بله خیلی ممنون خانم دکتر، متشکرم ازتون. مرسی عزیز، خدا نگهدارتون. خانم دکتر اصولا برای این کارهایی که برای لثه و جراحی های لثه و کاشت دندان آیا سن مطرح هست؟ نه هیچ. از نظر مینیموم یا مکسیموم، مینیموم بله سن مسئله هست. برای سابقا میگفتن که تا برای جوانها تا سن 17 یا 18، برای دخترها تا 16 نباید بذاریم ایمپلنت، برای پسرها 17 و 18. اما الان میگن که حتی تا 23 تا 25 به خاطر اینکه بیشتر و بیشتر همینجور رشد میکنن و اگه ایمپلنت گذاشته بشه به خصوص در قسمت‌های جلو بعداً حالت ریسشن و تحلیل خواهد داشت. ولی از نظر مکسیموم نه، هیچ لیمیتیشنی نداره. در هر سنی 80 85 90 میشه که براشون ایمپلنت گذاشته بشه. ایمپلنت اتفاقا من امروز یک خانمی داشتم با من صحبت میکردن، نمیدونم چند سالشون بود چون نپرسیدم، ولی گفتش که آخه من باید این همه پول مخارج پرداخت بکنم به خاطر مگه من چقدر دیگه زنده هستم. من گفتم آخه شما که نمیدونید که چقدر زنده خواهید بود، هیچ کس از موندن خودش خبر نداره، ولی الان داری زجر میکشی اینجوری که داری تعریف میکنی و غذا خوردن از نظر بهداشت. آیا اصولاً کسانی که مشکل دندان دارن به سلامتی دیگر اعضای بدن هم صدمه میزنه؟ بله مطمئناً. حالا در برنامه‌های بعدی حتما صحبت میکنیم در رابطه با ارتباط بیماری‌های لثه با ناراحتی‌های قلبی، دیابتیس و دیگر. وقت نیست الان که بخوام همه اونا رو توضیح بدم، ولی برای ایمپلنت حتما وقتی که شما دندون داشته باشین غذا بهتر میخورین، غذا رو بهتر میجوین. در افراد مسن اتفاقا خیلی براشون مفید هست که ایمپلنت بذارن. من اتفاقا یک بیماری داشتم که این البته آمریکایی بودش، این خانم 86 سالش بود و ایمپلنت میخواست، حتی میخواست تمام دندونهاش با ایمپلنت گذاشته ریپلیس بشه و خیلی هم هپی بود و اکچولی میرقصید و خیلی خانومی بود که اصلا دیده نمیشد 86 سالشه. اینه که بستگی داره که شما کوالیتی لایف رو چقدر میتونید ببینید. الان هم که مردم بیشتر و بیشتر شما میبینید که سن تا سن 100 دارن زندگی میکنن. به خصوص اگر بهداشت دندان بیشتر رعایت بشه عمر انسان ها بالاتر میره، طولانی تر میشه. به هر حال بی نهایت سپاسگزارم بینندگان گرامی، امشب با حضور سرکار خانم دکتر نوشین قیومی، جراح پلاستیک لثه و گام یا ایمپلنت هستند و ایشون عضو انجمن جراحان دندان، لثه و کاشت در اورنج کانتی، کالیفرنیا و آمریکا هستند. تلفنشون هست 949 502 88 44. ایشان دیپلمات انجمن جراحان لثه کالیفرنیا و آمریکا هستند. با کوله باری از
تجربیات و آگاهی، دانش و مهربانی که شما در چهرهشون میبینید. یک بانوی بسیار بسیار خوب و قابل اطمینان برای جامعه ایرانی و هموطنان عزیز در اورنج کانتی. میتونید باشون تماس بگیرید. اگر سوالی دارید میتونید هم اکنون به ما بپیوندید، سوالاتتون رو از خانم دکتر نوشین قیومی عزیز بپرسید. خب خانم دکتر، آیا میخواین در مورد این سوالاتی که ازتون کردم اگر جایش رو انداختم یا شما میخواین بیشتر در موردش بگید؟ حتما یه مقداری تصویر هستش حتما، از بله. جراحی‌هایی که قبل و بعد شده، اگه بخواین میتونیم نشون بدیم. آقای وارتان عزیز، بله که بله خواهش میکنم. جانم درود بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. درود بر شما. من یه پرسشی از خانم دکتر داشتم. خانم دکتر گفتن که برای هیچ سن مطرح نیستش. یه کسی که مثلا دنچر داشته باشه، دو تا دنچر بالا پایین و حدود مثلا 80 ساله ولی 50 سال دنچر داشتن، آیا میشه عمل کرد یا نه؟ بله بله گوش کنید، خواهش میکنم گوش کنید. بله اگر مدت ها از دنچر استفاده کردین بایستی که دکترتون متخصص لثه یا جراح فک و صورت نگاه بکنه، عکس برداری هایی براتون انجام میدن که بهشون کت اسکن میگیرن که مطمئن بشن استخوان به اندازه کافی داشته باشین و اون وقت میتونن براتون اون تریتمنتی رو که مناسب هست انجام بدن و گاهی اوقات ایمپلنت رو میتونن براتون بذارن و به خصوص در فک پایین که این دنچر معمولا وقتی سالها شما از دنچر استفاده کردین به خاطر اینکه استخوان از دست دادین دنچرتون شل و لغو میشه، به خصوص در فک پایین میتونن ایمپلنت گذاشته بشه که با دنچرتون استیبل تر خواهد بود و راحت تر خواهید بود. منتها بایستی حتما ایوالویت بشه با یک متخصص. بله بررسی بشه. درود بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. با درود بر شما و خسته نباشید. مرسی. یه سوال داشتم از خانم دکتر. من حدود 3 ماه پیش مراجعه کردم به دکترم، از انگلستان صحبت میکنم، بعد برای سفید کردن دندان. بعد ایشون به من 2 تا لثه دادن، گفتن برای و یه دونم قطره‌هایی بود که گفتن اینا رو از شب به خواب این قطره‌ها رو بریزین داخل این لثه، بذارید به دندانتون تا باشه. ولی من یکی مدتی گذاشتم این دندون‌های من شکست مثل که داره میشکنه، خیلی تروش میکنه. بعد این کار انجام ندادم. در ضمن خودم قلبی هم 3 تا از رگ‌های قلب من خنر گذاشتم. خواستم این سوالا ضرر نداره برای من؟ سوالی هست من موادی که استفاده کردین برای سفید کردن دندونه؟ بله بلیچ. نه بلیچینگ نه بد نیست، میذارن برای اینکه دندونا رو سفید میکنه و میکروب های دهن رو هم تا یه حدودی از بین میبره. نه بایستی براتون ضرری داشته باشه. نمیدونم درصدش چجوریه ولی معمولا ژل هایی که استفاده میکنن برای این کار اونقدی نیستش که باعث بشه که دندون شما بشکنه و خورد بشه، چون خیلی درصدش پایینه، فقط به اندازه‌ای هست که اون نه لثه رو میسوزونه و از بین میبره و نه اون صدمه‌ای میزنه اون حد به دندونا. بله خانم دکتر به لثه ها صدمه نمیزنه؟ نه اگر یه مقداری تحلیل لثه یا ریسشن داشته باشین وقتی اینو میذارین خیلی حساسیت رو بالا میبره به خاطر اینکه اینها مینای دندون رو سفید میکنن و وقتی که شما ریسشن دارین چون سمان دندون بیرون هست حساسیت رو بالا میبره. ولی نه لثه رو مقدارش درصدش خیلی پایینه، اونقدری نیستش که باعث سوختن لثه یا صدمه به لثه بشه. بله بسیار سپاسگزارم بیننده گرامی، کافی بود. میخواستم ببینم ساعتش چقدر باشه، چند ساعت باشه. این گفت 8 ساعت 7 ساعت بزنید تو دهنتون.
اونو دیگه باید ببینین رو هر کدوم از این ژل‌ها یک زمان مخصوصی هست. اگر دنتیستتون، دندون پزشکتون اینجوری بهتون گفته، شاید اون استفادهش بعضیا میگن از شب تا صبح میذارن، بعضیا چند ساعت میذارن. اینو بایستی ببینین که دندون پزشکتون چی رو ریکامند میکنه بهتون. بله، خواهش خدا نگهدار شما. مرسی. بینندگان گرامی، سرکار خانم دکتر نوشین قیومی، جراح لثه و کاشت دندان و جراح پلاستیک لثه و کاشت دندان هستند. استادیار سابق دانشگاه USC و از ایران همچنین دکتراشون رو گرفتن و همچنین از آمریکا. یک پزشک، یک جراح بسیار خوب و مورد اعتماد جامعه ایرانی. 949 502 88 44 در اورنج کانتی. خب خانم دکتر، بریم ببینیم این تصویرهایی که دارید چی هستن. بریم چند تا جلوتر. بله حتما. بله، الان توی این تصویر که شما اگر دقت بکنین، در تصویر سمت چپ یک مقداری تحلیل لثه وجود داره و در اینجا من از پیوند لثه آزاد یا فری جینجیوال گرافت استفاده کردم و همینجور که میبینین هدفم کاور کردن اون ریسیشن نبوده، به خاطر اینکه در قسمت پشت ما استخوان از دست دادیم، در نتیجه نمیتونستم کاملا اون تحلیل لثه رو کاور بکنم. در نتیجه فقط میخواستم اون لثه چسبنده رو ایجاد بکنم که بیمار پارشیل داشتش و میخواستش از اون استفاده بکنه و چون لثه چسبنده نداشت، موقع گذاشتن و برداشتن درد داشت و این یکی بود. خانم دکتر، ما خط داریم، خطا پر هست. اجازه میخوام که به هموطنان برسیم. درود بر شما، بفرمایید. الو جونم، بفرمایید. الو. با منی؟ بله خانم، بفرمایید. ببخشید، من یه سوالی از خانم دکتر. بله، ما صدای شما رو میشنویم، بفرمایید. صدای تلویزیونتون رو چرا خاموش نمی کنید؟ بیننده عزیز. بله، من دندونم معمولا رسوب میگرفت خیلی. بله. که 6 ماه دفعه میرفتم تمیز میکردم. بالاخره دندونام لخت شد و یکی کشیدم. الان دندونی ندارم، دندون مصنوعی گذاشتم. میخواستم ببینم با اون وضعی که من داشتم میتونم کاشت دندون بکنم یا نمیتونم، چون الان دندون مصنوعی که دارم بازم روش رسوب میگیره. بله. بله، هیچ مانعی نداره، شما میتونین ایمپلنت بگیرین، منتها بعدش حتما بایستی که هر 3 ماه برید پیش دندون پزشکتون که تمیز بکنن ایمپلنتتون و ازشون مراقبت بشه که رسوب نگیره که براتون ناراحتی لثه به وجود بیاره، چون ایمپلنت هم مثل دندونه، اگر تمیز نشه و ازش مراقبت نشه مشکل لثه براش پیش خواهد اومد. بله، بسیار سپاسگزارم. بیننده گرامی، استدعا میکنم تلویزیونتون رو خاموش کنید که صدای نازنین شما رو به خوبی بشنویم. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم، با من هستین؟ بله خانم، بفرمایید. تشکرم از برنامه‌های خوبتون. مرسی. خدمت شما دارم دکتر. عرض میخوام اینه که من مدت 1 ساله به فاصله لثه میشه و متورم میشه. پیش متخصصم رفتم، به من یه پمادی دادن به نام فلئو سینو نایت، نمیدونم درست تلفظ میکنم یا نه. تا وقتی اینو میزنم اوکیه، ولی بیشتر موقع دوباره برمیگرده و اصلا معالجه نمیشه. نمیدونم علتش چیه یا خانم دکتر بر من دارن چی کار باید بکنم؟ بایستی البته حتما من ببینم، خیلی سخته که الان بخوام برای شما تشخیص بذارم، ولی قرمزی لثه ممکنه که اگر به شما این پماد رو دادن تشخیصشون قارچ بوده. گاهی اوقات بعضی از
قارچ‌های دهانی یه همچین ناراحتی رو به وجود میاره که معمولاً با پمادی که میدن بایستی از بین بره. ممکنه که قرمزی لثه و تورمش به خصوص اگه که در یه نقطه هست ممکنه که اونجا شما تارتار دارین، بایستی تمیز بشه. گاهی اوقات اگر یک داروهایی به خصوصی استفاده میکنین یا داروهای ضد حاملگی یا بعضی از داروهایی که استفاده میشه باعث میشه که لثه ها دچار تورم بشن که همون جینجیوایتیسه، که همه اینا بایستی نظر من اینه که حتما به یک پریودانتیست شما مراجعه بکنین که ببینن علتش چیه که بتونن براتون این مسئله رو حل بکنن. بله، بسیار سپاسگزارم خانم گرامی. کافی بود؟ نه میخوام یه سوال دیگه دارم. من ببینید. هم داروی قند خون مصرف میکنم، هم فشار خون، هم کلسترول. که مال کدوم یکی از اینا باشه؟ شما اگر که بیماری قند دارین شما نوع 2 و یه دوز پایین مصرف میکنم. خب کسانی که بیماری قند معمولا دارن لثه هاشون خیلی ناراحت هست. این دوتا بیماری های لثه و بیماری قند با همدیگه خیلی نزدیک هستن و به هم روی هم اثر میذارن. اگه قند خودتون بره بالا لثه هم ناراحت میشه و برعکسش هم همینطور. اینه که من نمیدونم شما تمیز کردن لثه هاتون رو، بایستی عکس بگیرن و ببینن که لثه شما تمیز شده، دندونا تمیزه. ممکنه که یه مقداری شما رسوب‌های دندونی یا کلکولوس دارید زیر دندونتون و به خاطر همینه که مرتب بلید میکنه یا خونریزی میکنه. اینا حتما باید یه معاینه کامل بشیم که بتونین یه تشخیص داده بشه. بله، بسیار سپاسگزارم. خط پر هست. درود بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. با من هستید خانم؟ بله بفرمایید. از خانم دکتر نیومی فقط یه سوال دارم خیلی مختصر. این که فرمودن به لثه ها موقع مسواک کردن نباید فشار آورد. بله. من از واترپیک استفاده میکنم. آیا واترپیک چون خب اونم ضرباتی میزنه برای لثه ضرر نداره؟ نه، اکچولی واترپیک خیلی خوبه. بله. ضرر نداره، ولی حتما بایستی شما مسواک بزنین، نخ دندون استفاده بکنین و واترپیک رو هم بعدش انجام بدین. چون برای واترپیک رو فکر کنم استفاده میکنین برای بین دندوناتون، درسته؟ ولی من در این حال نخ دندون نمیتونم بکشم. حالا به هر دلیل من یکی دو مرتبه دیدم خیلی فشار زیاد دندونم، ولی مسواک میتونم بزنم و میزنم و ولی نخ دندون برام خیلی سخته. به همین دلیل واترپیک رو گرفتم که دیگه جای اون نخ دندون رو بگیره. خب واترپیک خیلی خوبه ولی راستش رو بخواین جای نخ دندون رو نمیگیره. اگر که براتون نخ دندون کشیدن سخته، یک چوبایی به خصوصی هست که اینا نخ دندون بهشه و میتونین از اون استفاده بکنین. که یه روشی که داره اینه که شما وقتی میذارین بایستی نخ دندون رو به سمت راست و چپ بکشیم و آروم بکشیم بالا. اگر مرتب فقط بیارید بیرون و ببرین تو، خب صدمه میزنه بلسه. بله، خیلی ها هستن که وقتی که میکنن اسنپ نباید بکنید. بله، همون سر جا شما به آرومی اگر بالا و پایین ببرید خیلی آسونه و صدمه هم به لثتون نخواهد. بله، در ضمن اون چیزی رو که شما گفتید، همین فلاسایی که نمیدونم چه جوری بگم، ولی روی پلاستیک، روی پلاستیکه که قشنگ لازم نیستش که بله به راحتی یه پکیج 50 تایی یا نمیدونم 100 تایی توی سیوان، والگرین، همه جا نه، $1 استور. بله، خیلی قشنگ برید بخرید، یک عالمش رو بهتون میدن. مرسی، قربون شما، خدا حافظ. خیلی دکتر تبلیغ واسه $1 رستوران میکنیم ما. خب برای اینکه مردم باید سیو کنن. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما، بفرمایید. خسته نباشید. مرسی. درود عرض میکنم خدمت خانم دکتر و خسته نباشید. خانم دکتر، بنده یک حدود 10-11 سال قبل دندانم و همه رو کشیدم و مصنوعی گذاشتم. این مصنوعی گذاشتم، الان مصنوعی به تدریج
صاف شده یا اینکه مثلا بس لقمه رو باید بجویی یا حالا کنی صاف شده یعنی کف دست. اینو چاره چیه؟ چیکار باید بکنم؟ از نظر مالی هم بنده از ایران زنگ میزنم، از نظر مالی هم خب استطاعت خوبی ندارم. بله گوش کنید خواهش میکنم. خب ببینیم به مرور زمان متاسفانه هر چیزی که برای آدم درست میشه که برای همیشه نیست و اگر برای سالها شما این دست‌دندون رو داشتیم انقدر صاف شده که نمیتونین غذا بخورین، تنها راهش اینه که دست‌دندون رو عوض بکنین و یه دست‌دندون جدید لااقل براتون بذارن. میدونم که خیلی کارهای دندون پزشکی گرونه، ولی خب اون موقع که من ایران بودم اگر شما به دانشگاه‌های دندون پزشکی مراجعه کنین خیلی باجتشون محدود و کمه و میتونن برای شما یه دست‌دندون خوب بذارن. بله خطا پر هست. درود بر شما، بفرمایید. سریع بفرمایید. سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من سوالم این بود که این دیپ کلینینگ که میکنن آیا کمک میکنه که این فاصله بین لثه و دندون جمع بشه، یعنی کمتر بشه، یا فقط جلوگیری از این میکنه که این پاکت بیشتر نشه؟ کاری هست که این پاکت ها رو آدم یه ذره جمعش بکنه؟ ببینین بله اکچولی وقتی که شما دیپ کلینینگ میکنین، متاسفانه دیپ کلینینگ وقتی انجام میشه که شما پاکت دارین و موقعی که پاکت دارین اینه که دیپ کلینینگ میکنن که اون ککروس ها رو یا اون دیپازیت ها رو از داخل پاکت بیارن بیرون که بعد پاکت جمع بشه. در موقعی که پاکت جمع میشه شما یه مقداری لثتون تحلیل میره، پایین میره و یه مقداری هم خب چسبندگی میگیریم از پایین. در نتیجه متاسفانه فاصله دندونتون بیشتر میشه. اون فاصله‌ای که لثه ها چون میرن پایین، اون فضایی که بین دندوناتون هست افزایش پیدا میکنه. ولی خب اگر این کار رو نکنین اون پاکت هی بزرگتر و بزرگتر میشه و دندوناتون لغو میشه و دندوناتون از دست میدین. در نتیجه یه مقداری متاسفانه این دوتا با هم هستن. تنها چیزی که میتونم بگم موقعی که این فاصله زیاد میشه گاهی اوقات با انجام دادن وینیر میتونن این فاصله ها رو یه مقداری کمترش بکنن. بسیار سپاسگزارم. خطا پر هست، صبور باشید. درود بر شما، سریع بفرمایید. جونم بفرمایید. سلام. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. میخوام با خانم دکتر صحبت بفرمایید. مرسی عزیزم، بفرمایید. خانم دکتر، من یعنی من موقعی که یکم جوانتر بودم دندونم شکست. بله. مثلا وسط دندونم جق کردن. بعد یکم گودی داره. آیا این برای روکش شما این کار میکنید درست کنید روکش بزنید؟ نه متاسفانه. البته میخوام روکش ظریف باشه. بله گوش کنید عزیزم. نه متاسفانه. میکنم از گوش کنید. بله گوش کنید. نه متاسفانه همینجوری که گفتم من چون تخصصم جراحی لثه هست کارهای دندون رو انجام نمیدم. کارهای دندون توسط دندون پزشکا انجام میشه. من فقط کارهای مربوط به جراحی لثه و ایمپلنت رو انجام میدم. بله مرسی جانم، سریع بفرمایید. بله ببخشید، سریع بفرمایید، خواهش میکنم، برنامه‌مون تموم شده. بله بفرمایید، سریع بفرمایید، خواهش میکنم. من اکسیدنتلی شما رو گرفتم. بله بفرمایید. بله، درود بر دو دوشیزه خیلی زیبا و درخشنده این شبکه تلویزیون شما. واقعا ما دوشیزه نیستیم، هر دوتامون بانو هستیم. بله خواهش میکنم، مرسی از لطفتون. شما رو جوان میبینم اینطوری احساس میکنم. مرسی. معذور بدی نداشتم. خواهش میکنم بفرمایید. یه خودم از 14 سالگی ایران رو بیل کردم. این لغ داره. بله. این اول. من 4 سال پیش دندون داشتم 4 تا یکی از بزرگترین دکترهای توی این کارا بوده. 3 سال کوچیک دارم. بعد این 5 ساله این دندونا دوباره اومدم پیشش اسپازگری گفتم چک کرده دوباره باید کاش که از سازه منظور حدشون نفهمیدن. این سال اول. سال دوم شدیدم وقتی دندونی که میکشی ارزش او به حتی پولش
به موادهای شیمیایی که دارن برای درست میکنن این بله چه موادهاییه یا این به این مربوط نیست؟ بله بیننده گرامی، با پوزش فراوان چون صدای شما پخش میشه و من خودم متوجه نشدم. خانم دکتر شما چیزی فکر کنم سوالشون این بود که قسمت اولش این بود که متوجه نشدم که ایمپلنت براشون گذاشتن و چک کرده بله. یا دندوناشون چک کرده. در هر حال اگر هر کدومشون اگر دندون هاتون دوباره بعد از جراحی چک کرده یا ایمپلنت چک کرده، حتما باید به متخصص لثه مراجعه بکنین که دوباره ببینن چرا یه همچین اتفاقی افتاده که بتونن تشخیصش بسیار ممنون. مرسی خانم دکتر. خواهش میکنم بیننده گرامی روی خط بمونید. بعد از برنامه خانم دکتر با شما صحبت خواهند کرد. بله. بی نهایت سپاسگزارم، قدردانی میکنم از اینکه با ما تماس گرفتید. اولین برنامه خانم دکتر نوشین، نمیدونم چرا به شما میخوام بگم نسرین بله، خانم دکتر نوشین قیومی عزیز نخستین برنامهشون رو اجرا کردن. هر ماه در خدمتشون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. شب شما بخیر. متشکرم. بینندگان عزیز شاد، تندرست و پیروز باشید. آرزو میکنم هر جای جهان که هستید سربلند و آزاد باشید. بسیار دوستتون میدارم و برای شما سلامتی، تندرستی و آرامش آرزو میکنم. از آقای وارتان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. این برنامه فردا ساعت 5 صبح به وقت لس آنجلس پخش خواهد شد. خدا یار و نگهدارتون تا برنامه‌های دیگر. مرسی. جانم بفرمایید عزیزم. ولایتی هستم در برنامه جهان زیبای ما در تلویزیون جهانی 24 ساعته پارس با پزشکان، وکلا و متخصصین ارزشمند جامعه ایرانی گفتگو می‌کنم. اگر مایل هستید در برنامه جهان زیبای ما شرکت نمایید، با تلفن 714 606 1515 با من تماس حاصل نمایید.